صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری از زنده یاد مهرداد اوستا با عنوان پالیزبان را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این کتاب در سال 1372 در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است. زنده یاد مهرداد اوستا گذشته از آن که شاعری متعهد و توانا بود، نویسنده‌ای آگاه و مسلط بر فنون این رشته نیز بود و آثار ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشت. نام اصلی او محمد رضا رحمانی یا احمدی و نام مستعارش مهرداد اوستا بود و در روز 20 بهمن سال 1308 در بروجرد به دنیا آمد. او هنگامی که فقط 25 سال سن داشت برای تدریس در دانشگاه تهران برگزیده شد، اما به خاطر شعرهایی که در مخالفت با رژیم طاغوت سرود مدتی را به عنوان زندانی سیاسی در حبس بود و آثار گوناگونی در زمینه‌های شعر و تحقیق و نثر داستانی خلق کرد. در دهه 50 نیز به کلی ممنوع القلم شد. اما در دوران انقلاب اسلامی قدر او را دانستند، ولی متاسفانه در 17 اردیبهشت سال 1370 در حالی که مشغول تصحیح شعری در شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، دچار عارضه قلبی شد و به رحمت خدا رفت. زنده یاد سید حسن حسینی درباره شخصیت این شاعر فروتن گفته است: مهرداد اوستا پایان یک نسل است. نسل ادیبانی که دانش و تجربه خیش را همراه با صفا و فروتنی و به دور از بخل و ریا صادقانه به شاگردان جوان خیش تعلیم می‌دادند. بزرگداشت یاد اوستا بزرگداشت هنر و تحقیر بی‌هنران است. و من این زمان که به آن پیکر تکیده که آرامگاه روح بیارامی بود می‌اندیشم، تنها می‌توانم گفت که اوستا نسیم مهربانی بود که از کرانه‌های فروتنی می‌وزید. با این مقدمه از شما عزیزان دعوت می‌کنم که به بازخوانی کتاب پالیزبان از این شاعر و نویسنده محبوب توجه بفرمایید. تنظیم رادیویی کتاب را محمد باقر رضایی انجام داده، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت وگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم. کیم شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم، به روی شکفه دویدم. مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم، چرا که از همه عالم
محبت تو گزیدم. چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم، چو بخت جلوه نکردی مگر ز موی سپیدم. بجز وفا و عنایت نماند در همه عالم، ندامتی که نبردم ملامتی که ندیدم. نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل ز دست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم. جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی چو گرد در قدم او دویدم و نرسیدم. به روی بخت ز دیده ز چهر عمر به گردون گهی چو اشک نشستم گهی چو رنگ پریدم. وفا نکردی و کردم، به سر نبردی و بردم، ثبات عهد مرا دیدی ای فرون امیدم. و اما پالیزبان. پیشینیان ما گفتند و ما نیز میگوییم پیش از این هر سخنی که بر زبانی میرفت معنای دیگری به جز خودش نداشت. سخن در حقیقت پاره‌ای از وجدان گوینده بود که سخنگو در دل با آن پیمان میبست. شاید این افسانه هم بر بنیاد حقیقتی استوار باشد و شاید هم سرگذشتی باشد از مردی که هیچ سخنی برای گفتن نداشته است. اما همینقدر که میگوییم سخنی نداریم خودش سخنی است. شب همچون کسالتی در آخرین تلاش خود پایان میگرفت و در کرانه‌های افق ناپدید میشد. شمع با پرتو ناتوانی که داشت فرو می نشست. کلبه غمگین ما روشن میشد و مردی واپسین لحظه های اضطرابی را که زندگی نام داشت میگذراند. تاریکی رفته رفته بر پرتو شمع سایه می‌افکند و مرگ شراب زندگی مردی بینوا را آهسته آهسته می‌نوشید. نسیم سردی به درون کلبه سر می‌کشید و من فصل یخبندان را با همه سرمای ملال‌انگیزش در روح خود احساس می‌کردم. آن مرد پدر من بود و مانند همه پدران تهیدست دلی سرشار از مهربانی داشت. همه بینوایان مهربانند. آنجا که دست از مایه تهی میماند دل از مهر آکنده می شود. من تنها کودک او بودم و تنها نشان قدم او از یک نسل مجهول و هنوز نمیدانستم چه پیش خواهد آمد. فقط احساس میکردم که چیزی شاید هم بیرم انتظار پدرم را میکشد و بیشتر از این نمیدانستم. آخر من یک الف بچه بودم. همینقدر حس میکردم که پناهگاهی نه شاید سایبانی فرسوده را از دست میدم. مثل همین شمع که آخرین فروغش دارد در تاریکی فرو می نشیند. اگرچه روشنایی باشکوهی ندارد، اما گوشه ای از این همه تاریکی را روشن می کند. به همان اندازه که مرزی میان تاریکی و روشنایی را گمان ببریم. او هرچه بود یک سایه بود بالای سر من. سایه‌ای ملایم و مهربان.
آن روز چشمان پدرم برای 1-2 لحظه از شکاف در به افق دوخته شده بود. پنداری سپیده می‌دمید. نوری پریده رنگ، مانند نگاهی نگران که بر پیش آمدی نزدیک به وقوع افتاده باشد، به درون کلبه ما میتافت. گویی صبح به استهزا لبخند میزند. اما یادم هست که بارها پدرم گفته بود این روشنایی نشونه صبح نیست. اینو بهش میگن کاروان کش. این لکه سفید خیلی ها رو فریب داده. اگه سپیدی به خودی خود فریب نباشه، نشونه هر فریبی سپیدیه. آنگاه پدرم سر برگرداند و با نگاهی شرم‌آلود و مهربان مرا که در کنارش کس کرده بودم تماشا کرد. او در آن حالت به عاطفه‌ای میمانست که با 1000 چشم غم زده مرا برانداز میکرد. من از دیرباز با این نگاه اشک‌آلود سر و کار داشتم. این یکی را خوب میشناختم، زیرا هرگز تحمل سنگینی آن را نداشتم. پیوسته تحمل هر مصیبتی را داشتم، اما آنچه پشت مرا شکست بردباری در برابر ترحم بود. ناچار سرم را به زیر افکندم و پدرم با صدایی که تلخی آن ته گلویش را میسوزاند رو به من کرد و گفت: پسرکم، مبادا فراموش کنی که پدر تو مردی بینوا بود. و تا این را گفت، مثل اینکه از صدای خودش ترسیده باشد، سرش را برگرداند و زیر لب زمزمه کرد: وای، با این طفل بیگناه چه چیزهایی را دارم در میون میذارم. و بعد آهی کشید و گفت: طفلکی، تو هنوز نمیدونی بینوایی چه دردیه. نه پسرکم، تو هنوز خیلی کار داره تا بدونی این بدبختی چطور خون آدمو میخوره. اما من همینقدر میخواستم به تو بگم که چیزی، خدایا، درد همچون مقرازی پولادین سخن پدرم را قطع کرد. مادرم برای یاری گرفتن از همسایه ها سراسیمه از کلبه بیرون رفت و مرا که 1 الف بچه بودم در چنان هنگامی با پدرم که داشت میمرد تنها گذاشت. از آن پس من پیوسته با مردی که در کنارم میمرد زندگی کردم. من از او بودم، اما او از من نبود. دوستش داشتم در حالی که از او میترسیدم. شاید این حادثه پس از چندین سال تنها واقعه مهمی بود که در کومه بی سر و سامان ما پیش آمد. به همین سبب مادرم همچون کسی که تهیه یک پذیرایی مجلل را می‌بیند به جنب و جوش افتاد. دست کم برای اینکه همسایگان بدانند که آنقدرها هم که آنان میپندارند هیچ و پوچ نیستیم. من و پدرم تنها بودیم. خیلی دلش میخواست کس و کاری میداشت که دور و برش را بگیرند و با چهره‌های غمگین دلداریش بدهند. اشکی بریزند، طبیبی، دارویی، چیزی بیاورند. نه اینطور بی کس که مرگش بی تفاوت تر از زندگیش باشد. اما او به خوبی میدانست که در 7 آسمانش 1 ستاره هم سوسو نمیزند. دلش خیلی گرفته بود. آخر اون ناسلامتی میخواست بمیرد. چرا نمی آیند؟ چرا نمی روند؟ چرا سخنی نمی گویند؟ و در و دیوار که نمی شد ودا کرد. سایه روشنی به رنگ ابهام همه چیز را در خود فرو برده بود و سکوتی ترساور بر سینه من و پدرم سنگینی می کرد. ناچار آهی کشیده بود و سخن را آمیخته با اندوهی دیرپای اینطور به پایان رسانده بود:
بله طفلکم. بخت ما در نوربارونم کور بود. از همون اولش هم هر جا رفتیم راه بود و هر چی کندیم چاه. اما و زبانش روی کلمه اما میخکوب شد. گویی این کلمه وقت ناشناس خیلی بیجا پای خود را در میان گذاشته بود. اما چه شد؟ پدرم هر چه کرد که سر این امای هیچ کاره را زیر آب کند نشد که نشد. ناگهان یک وهم زودگذر در اندیشش برقی زده بود و انگار که امایی هم در کار بوده گفت زیاد خودخوری نکنی پسرم. و خنده محزونی بر لبانش نشست و ادامه داد برای پدرت دلت تنگ میشه. آخ چلچله کوچیکم. پیش از آن هرگاه که سر حال بود به من چلچله کوچکم خطاب میکرد. اما آن شب میخواست مرا بچزاند و اشکم را در بیاورد. اما من بر نگاهش میکردم و لام تا کام حرفی نمیزدم. آخر من یک الف بچه بودم. نه من و نه سخنم اگر سخنی داشتم ارزش اظهار وجود نداشت. چهره پدرم همچون التهاب وجدانی که فرو نشسته است آرام در برابر چشمان بود زده من گردش کرد و آخرین عبارت خود را چنین گفت بازم اگر چه به دستی خاک و به دستی باد از اینجا میرم، ولی هر چی باشه هر چی نباشه هر پدری برای فرزندش چیزی به یادگار میذاره. پدر تو هم چلچله کوچیکم بی هیچش نیست. او هم. و ناگهان اشکی در چشمش حلقه زد. من آخرین شعله چیزی را که در چشمان او خاموش میشد میدیدم. خب دوستان عزیز، با خواندن شعری از زنده یاد مهرداد اوستا اولین قسمت بازخوانی کتاب پالیزبان او را به پایان میبریم. ای پرده دار آتش غم هر نفس بسوز، یک عمر بس نبود تو را زین سپس بسوز. با آرزوی خنده گل در بهار عمر، ای مرغ پرشکسته به کنج قفس بسوز. می سوختی به حسرت و دیدی که عاقبت بر حال تو نسوخت دل هیچ کس بسوز. چون غنچه باش پردگی درد خویشتن، زین غم که نیستت به گلی دست رس بسوز. یک عمر همچو شمع همه شب گریستی، یعنی هوای سوختنت هست پس بسوز. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل دوم.
بازا که چون برگ خزانم رخ زردی است. با یاد تو دمساز دل من دم سردی است. گر رو به تو آوردم از روی نیازی است، ور دردسری میدهمت از سر دردی است. از راهروان سفر عشق در این دشت، گلگون سرشکی است اگر راه نوردی است. در عرصه اندیشه من با که توان گفت، سرگشته چه فریادی و خونین چه نبردی است. غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد، جز درد که دانست که این مرد چه مردی است. از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. پدر من نه حکیم، نه روحانی و نه مردی برجسته بود. اما برای من تا آنجایی که به یاد می‌آورم بالاتر از همه اینها بود. آهنگ سخنش در نماز، آنگاه که جمله‌های عربی را زمزمه می‌کرد و هنگامی که روی حروفی همچون تا و زا و صاد و زاد تکیه می‌نمود، مرا از غروری کودکانه سرمست می‌کرد. من هنوز آخرین عبارت او را که چیزی در آن با عطر ملایم بنفشه در کلبه بی سر و سامان ما پراکنده میشد به خاطر دارم. هنوز هم خاطره اشکی را که واپسین شعله زندگی را در چشمانش فرو می نشاند از یاد نبردم. اما آنچه از پدرم گذشته از آن خاطره‌های دلپذیر برای من به یادگار ماند، صندوقچه‌ای ظریف و پرنقش بود. هنگامی که قفل آن صندوقچه را برمی گرفتم، هوایی به تازگی و آزادی کودکی از آن برمیخواست و به آرامی در رگهایم جریان می‌یافت. روزها با صندوقچه اسرارآمیز سری گرم داشتم و بهشت خدا را با همه رنگ‌های رویاخیزش تماشا می‌کردم. سالهای بعد، صبح هنگام روزی از روزهای بهار که روز خمیازه می‌کشید و از افق می‌دمید، مادرم در حالتی که با عاطفه‌ای از میان اشک‌هایش به چهره من می‌نگریست گفت: پسرم، دلت نمی‌خواد چهره خودت تو آینه تماشا کنی؟ یادت میاد که چه سیمای دلپذیری داشتی؟ یادت میاد که تراوت و شادمانی تو نگاه گیرا و درخشانت موج می‌زد؟ یادت میاد؟ و آینه‌ای به دستم داد تا خودم را نگاه کنم. اشکی در چشمای مادرم حلقه زد و سر برگرداند و گریه‌اش را در زیر دندان و لب خود متوقف کرد و به آرامی دور شد. من از پشت سرش موج اندوهی را که در بالای سرش به اهتزاز در آمده بود می دیدم. تصویرم در آن آینه ملامتم می کرد و شکستگی بیرحمانه صورتم را گناه من می دانست. پنداری این چهره محزون تصویری از وجدان من بود. آینه از دستم فرو افتاد و مادرم از دور آهی کشید و بیرون رفت. راستی را
چه عمری تباه کرده بودم. برای خاطر چه؟ چه گلی بر سر بخت خود زدم؟ هیچ. آنچه از دستم رفته بود از دستم رفته بود. دیگر هیچ خاطره زنده‌ای از گذشته نداشتم. چه میتوانستم داشته باشم که ارزش نگهداری داشته باشد؟ یک روز تا به خود آمدم دیدم در کوچه باغ‌های دور دهکده‌مان قدم میزنم. کی و چه وقت به آنجا رفته بودم نمیدانستم. همینقدر میدانم که نوای شورانگیز یک نی مرا به آنجا کشاند و به خود آورد. اندیشه‌ام در رویای شیرینی فرو رفت. نیزن مردی بود نابینا که نی هفت‌بند بر لبانش حدیث راه پرخون میکرد. تا رسیدم به او گفت: زندگی خیلی زیباست. پرسیدم چی گفتی؟ هیچی، گفتم زندگی زیباست. مگه تو زیبایی رو میبینی؟ آره میبینم. از تو بهتر میبینم. از من؟ آره، از تو و همه اونایی که فکر میکنن فقط از راه چشم میشه زیبایی ها رو دید. تعجب کردم. ادامه داد: اگه من زیبایی رو نمیبینم معنیش این نیست که وجود نداره. شرمنده شدم. ناچار خاموش ماندم تا مرد کور به سخنش ادامه دهد. گفت: من دنیای خودم میسازم، هر طور که دلم بخواد. اما تو بیچاره، دنیای پندارت با اون که چشمات میبینه یکیه. آهنگ کلام مرد نابینا تا ژرفنای وجودم پیش رفت. کوشش در برابر غرور او بیهوده بود. من یک هیچ بودم در مقابل او و نمیتوانستم عرضه وجود کنم. در طوفان این نومیدی بود که ناگهان به یادم آمد از پدرم صندوقچه‌ای به من رسیده است. یادم آمد که سالها گذشته و در گوشه‌ای پنهان مانده است. دوان دوان به سر وقت این تنها یادگار پدر شتافتم. این یادگار هرچه بود نشانی از نسل و اصالت من بود. اگر از میان میرفت چه خاکی به سر بخت خود میکردم. خوشبختانه سر جایش بود. هر تابستان به هوای گردش در کوچه باغ‌های دهکده‌مان به دیدن مرد نابینا می رفتم و از سخنانش سیراب می شدم. دشت‌های حوالی دهکده ما را سیاه چادر کولی‌ها فرو می پوشید. زیبایی آفتاب سوخته دختران کولی و گیرایی نگاه آنان که یک خانه به دوشی ابدی را می نمایاند مرا فریفته خود می کرد. یکی از آنها فیروزه نام داشت که زیباییش سرگذشتی از داستان بی سرانجام کولی‌ها بود. او نخستین بار دل مرا رام و بی آرام خود ساخت. او همان بود که در تابستان‌های کودکیمان همبازی من بود. هر سال تابستان کولی‌ها که می آمدند چهره فیروزه با آب و رنگی گلانداخته‌تر از گذشته به سر وقت من می شتافت. احساس او هم رنگ فیروزه پاک و آسمانی بود. از گذشته من هیچ خاطره‌ای همچون یاد این دختر کولی زنده و روشن نیست. ماجرای دلبستگی من و او زبان به زبان میگشت، ولی هر دو میترسیدیم. از چه نمیدانستیم. ما دو وجود سرگشته بودیم، هر یک از دیاری ناشناخت. زبان یکدیگر را نمیفهمیدیم، ولی روحمان با هم بود. سرانجام کولی‌های خشمالود ما را از هم جدا کردند
و من همواره سایه سنگین انتقام آنها را در وجود خود می دیدم. و اکنون که او رفته است در وجود خودم آواره و در به در ماندم. همه این ماجراها بیخبر از من در چند قدمی زندگی من به وقوع پیوست و غافلگیرم کرد. شگفتان که او روح ماجرا بود و ماجرایی بود که به زندگی من روح بخشید. حالا این نوشته‌های سرگردان که همچون برگ‌های زرد خزانی سرگذشت شورانگیز و پایان گرفته عشقی را در بر دارد، از دلداده‌ای است نیازمند که بر تاریکنای وجودش فروغی از مهر محبوب نتافت و این دو دیگر برای هم ناشناخته ماندند. شب آرام آرام به نیمه می رسد. من در آغوش تنهایی غم زدن به زندگی می اندیشم و به تو فکر می کنم. تنهایی در پیرامونم با حالتی محزون زانوهای خود را در بغل می گیرد و هر چند لحظه یک بار سر بر می دارد تا مرا تماشا کند. تنهایی در این حالت همهش نگاه می شود. تازگی ها اندیشه های بیگانه در بالای سرم می گردند. مانند کرکس هایی که انتظار چند لحظه دیگر را می کشند تا فرود آیند. من صدای برخورد بالهای آنان را به خوبی می شنوم. گاهی با این افکار مانند کلافی در افکار مالیخولیایی خود پیچیده می شوم. هرچه می کوشم سر از وجود خود در نمی آورم. گاهی مانند اندیشه‌ای که بیم حادثه‌ای در آن شیار می افکند در خودم گم می شوم. این هنگام من به جز یک سرنگونی در یک پرتگاه نیستم. من پرتگاهی هستم که در خودش سرنگون شده است. این اندیشه های مه‌آلود اگر از وجود من برمیخیزند، چرا نمیتوانم آنها را که مانند پیچک های وحشی روح و قلبم را در میان گرفته‌اند ریشه کن کنم. شبها هنگامی که سکوت همانند یک مه غلیظ و متراکم پیرامونم را میگیرد، در فریادهای پنهانی خود فرو میروم. اما خاموشی مانند دریای ناآرامی دامنش را خردک خردک به سوی سواحل فریادها میگستراند. خدای من، آیا این شب و سکوت سهمناکش در وجود من است؟ اگر نیست، پس این اضطراب سیاه که در آن به خود میلرزد چیست؟ شب همچون اندیشه های دور در ابهام خود سرگردان است. روزهای خالی را در شبهای خالی تری سرنگون ساختن و نامش را زندگی نهادن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ خب دوستان عزیز، با خواندن شعری از زنده یاد مهرداد اوستا قسمت دوم بازخوانی کتاب پالیزبان او را به پایان میبریم. نه از دور فلک مهری، نه از بزم جهان کامی، نه شمع هستیم را از نسیم فتنه آرامی.
به جانم راه زد هر بار دردی بر سر دردی. به راهم باز شد هر گام دامی در پی دامی. به هر نقشی که می‌بندم چه امیدی چه ارمانی. به هر راهی که می‌پویم نه آغازی نه انجامی. نه جان را اشتیاقی بر دل از عشق پریرویی، نه دل را آرزویی در سر از مهر دلارامی. فراز آورد گشت آسمان چاهی به هر چاهی، فرو گسترد دور زندگی دامی به هر گامی. به کام ناکسان چون جام در گردش ندانم چون، به یاد ما نزد دوری به جام ما نزد جامی. درود و آفرین تا کی که پاسخ بشنوی هر دم، دعایی را به نفرینی سلامی را به دشنامی. متابه اختر برج سرافرازی بر آن مجلس، که گردد جام مهر و ماه او بر کام خودکامی. من از این پس به پاس دولت آزادگی دوری، که دامنگیر آمد خاک کوی هر گلندامی. به جای بانگ بلبل شکوه زاغی به هر باغی، به جای شوق قمری شیون بومی به هر بامی. نخواهم ننگ چون رسم است نامی از پی ننگی، نجویم نام تا عام است ننگی از پی نامی. مشو نومید از پیش آمد ایام تا دانی، صباح روشنی دارد ز پی هر تیرگون شامی. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل سوم. با من بگو تا کیستی، مهری بگو ماهی بگو. خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو. راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوز و دم مزن. دیگر بگو از جان من، جانا چه میخواهی بگو. گیرم نمیگیری دگر ز آشفته عشقت خبر. بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو. ای گل پی هر خس مرو، در خلوت هر کس مرو. گویی که دانم پس مرو، گر آگه از راهی بگو. غمخوار دل ای مه نیی، از درد من آگه نیی. والله نیی بالله نیی، از دردم آگاهی بگو. من عاشق تنهاییم، سرگشته شیداییم. دیوانه ای رسواییم، تو هر چه میخواهی بگو. عزیزم،
تازگی‌ها 2 قطعه دلانگیز برایت ساختم. هنگامی که آنها را می‌خوانم به نظر می‌آید که بر بالای هر کلمه‌اش اندوهی مانند پروانه در پرواز است. شاید لحظه‌هایی که از عمر می‌گذرند افسانه دلدادگی مرا در روی تارهای حساس خود نگاه می‌دارند تا یک روز بعد از من در دوری که بازگشت ندارد آن را در نوای شورانگیز موسیقی برای دیگران بازگو کنند. چیزی در من آماده شکستن است. چیزی شاید خیلی عزیز که می‌خواهد در من شکسته شود. خدای من، آن روزها می‌خواستم بدانم آینده چه ارمغان‌هایی برایم دارد. می‌خواستم بدانم در زیر این موهای سیاه که همچون شعله دودآلود بر سر و پیشانیم تاب می‌خورد چه اندیشه‌هایی می‌گذرد و چه خیال‌های درهمی جریان دارد. تنها امیدی که مرا زنده می‌دارد محبوبم این است که روزی در کنار تو در حالتی که منظره دلفریبی چشمان افسونگرت را مجذوب نموده است تو را تماشا کنم و زیر لب بگویم زندگی چقدر زیباست. در سایه این غم کبود فامی که بر سر ما روانه است، این غم با شکوه که دامنه‌های آن را در مرزهای ابدیت فرو کشیدند، راستی را محبوبم به چه چیز میتوان شادمانی کرد؟ عزیزم، من و تو تنها در یک آشوب سرسام‌آور سالها سرگردان بوده ایم. چه خوب میشد اگر فرصتی پیدا می‌کردیم که رویاروی خیش بنشینیم و با هم چیزهایی را بازگو کنیم که هر یک از ما در تنهایی با خودش میگوید. دور و دور از این مردم ظاهربین و خوشبخت. تو گمان میبری که من نمیدانم در قلبت چه اضطراب‌ها میگذرد و چه داستان‌ها نهفته است. خیال میکنی نمیدانم تو از آن روزها که شاد و پرهیاهو بودی، از آن روزها که از لبخندت عطر گلهای وحشی برمیخواست همواره با خودت گفتگو داشته ای؟ و خیال میکنی نمیدانم از آن روزی که خودت را شناخته ای با دلت صحبت کرده ای؟ خیال میکنی من اینا را نمیدانم؟ یادت میآید یک روز ناگهان به من گفتی گم کرده ای را میجستی و به هر کس میرسیدی خیال میکردی همان کسی است که به دنبالش بوده ای؟ آنگاه آهی از دل برکشیدی و شرم ارغوانی رنگی در چهره‌ات دوید. پرسیدم و اکنون؟ و تو همچنان که عادتت بود روی سؤالم اندکی توقف کردی و نگاهت برای لحظه‌ای به زمین دوخته شد. در این حالت شباهت زیادی به خودت پیدا کرده بودی. آنگاه سر برداشتی و گفتی خیال میکنم که تو رو پیدا کردم. محبوبم، چند روز پیش دکترم به من گفت مثل اینکه ناراحتی، اینطور نیست؟ تعجب کردم. برای اینکه خودم را آماده کرده بودم تظاهر به آسودگی خاطر کنم. اما دکتر گفت اگه یه آدم عادی هم تو رو ببینه پی میبره که و همینجا سخنش را قطع کرد. به نظرم میخواست مؤدبانه بگوید مثل دیوونه ها. چند روزی است که داروهایم را تغییر داده. روزی 12 قرص. هر دفعه 4 دانه از این قرص ها را باید با فشار آب در گلویم فرو بدهم. بعد 2 آمپول و سپس استراحت. سابق بر این یک سرم نیم لیتری را هر روز میبایست تزریق میکردم. هر قطره‌اش با 3 شماره در رگم وارد میشد و من 3 یا 3 ساعت و نیم دراز میکشیدم و قطره ها را میشمردم. 3500، 3501، 3502. غالباً
شماره قطره‌ها را فراموش می‌کردم. برای بهبودم این کارها باید انجام می‌شد وگرنه سلامتم به دست نمی‌آمد. راستی ماندن و بودن من خیلی اهمیت دارد. گاهی در سرزمین خیالهایم پرندگان زیبا و خوش‌آوازی را می‌بینم. رنگ و آواز آنها زمینی نیست، بلکه چیز مافوق الطبیعی در جلوه‌های آنان خودنمایی می‌کند. من با بیم آن که اگر آنها را اسیر کنند بال و پرشان فرو خواهد ریخت به تماشایشان دلخوشم. اگر آنها اسیر شوند خواهند مرد. محبوبم، راستی چرا هنگامی که دوستان من از عشقهایشان یاد می کنند لحظه هایی را پیش خاطر می آورند که پسترین لحظه های هوس است؟ آیا عشق فقط در این لحظه ها معنی پیدا می کند؟ اگر چنین باشد که چیز پلیدی است. ماجرای عشق من و تو پیوسته در فرازی بالاتر از عواطف ظاهری گذشته است. من و تو همواره لحظه هایی را به خاطر داریم که خاطره آنها همچون رنگین کمانی از آمیزه رنگ ها و حالات پیدا آمده است. عشق برای آنان یک سرگیجه است که دور از قلبشان جریان دارد. اینجاست که در سرگذشت این شوریدگی نکته‌ای که با ذوق این جانوران جور در بیاید وجود ندارد. اینان در آن هنگام که با همند تنها برای این است که به زودی بیهودگی عشق و دلدادگیشان را به هم نشان بدهند و نامش را کامرانی بگذارند. داستان هنگامی که به اینجا رسید به خودی خود پایان می‌گیرد، زیرا چیز قابل ملاحظه‌ای یا مطلب لایق ذکری باقی نمی‌ماند. اما من و تو داستان را از پایان شروع به خواندن کرده ایم. اینطور نیست؟ 4 سال در انبوه چهره‌های تو سرگردان بودم. چهره‌های خندان، منتظر، اشکالود، پشیمان. گاهی با خود میگفتم پس 1 ساعت پیش، پس 2 ماه پیش، و پیوسته در این سرگردانی دست و پا میزدم، ولی اشتیاق همچنان به سوی بالا فوران داشت. هرچه بود نیروی آن به اندازه‌ای بود که میتوانستم همه گناهان را در هر که بود ببخشم. همه چیز را در مردم میبخشیدم به جز 1 چیز، گناه. اما چه کسی باور می کند؟ یک وقت به خودم آمدم که دیدم همان چیز در خودم است و امروز همان چیزی شدم که از آن نفرت دارم و این همان چیزی است که مرا علیه خودم برمی‌انگیزد. عزیزم، من پاییز را با همه غم‌های رنگینش در وجود خود احساس کردم. پاییزی را که در نخستین روزهایش تو نبودی.
پاییز سال گذشته را. پاییزی که ناگهان در اعماق روح من چیزی را منجمد و افسرده کرد و ای بسا پاییز که دلپذیرترین اشعار را ناگفته گذاشت. موزونترین آهنگ ها را فرو نشاند و دلاویزترین اندیشه ها را از هم گسیخت. و من در آن هنگام برگ ریزان را دیدم و در سوگ زیباترین شعری که ناگفته ماند ناله ها سر کردم. میخواستم فرار کنم. از چه چیزی؟ از تو؟ از خودم؟ یا از زندگی؟ به هر حال آنچه در این میان واقعیت داشت فرار بود. راهها در کرانه‌های افق سر به هم می‌آوردند و با یکدیگر گره می‌خوردند. آیا من از حادثه‌ای که در انتظارم دندان به هم می‌سود دور می‌شدم یا بدان نزدیکتر؟ آیا این همه راه سر به هم آورده ریسمان‌های دامی نبودند که با هر گامی تنگتر می‌شد تا مرا دست و پای بسته در دهان آن مصیبت که انتظارم را می‌کشید بیفکند؟ من از انتظار لذت می‌برم، زیرا آدمی هنگامی که انتظار می‌کشد عشق را احساس می‌کند. چشمی که در انتظاری بر آینده دوخته نشده است به چه امیدی می‌بیند؟ انتظار یعنی تمنای چیزی که لذت با دیدنش در هم آمیخته است. اگر انتظار نمی بود به چه امیدی زنده می بودیم؟ پس تو محبوبم بیش از این مرا در انتظار بگذار. در انتظار محبتی که هرگز نخواهی کرد. در انتظار مهری که هرگز از تو نخواهم دید. و اگر بیش از اینها مرا تنها نمی خواهی با دوستانم مهربانی مکن. چون بجز این عزیزان که شماره آنان به انگشتان یک دست نمی رسد کسی برایم نمانده است. هنگامی که تو با آنان مهر کنی دشمنانم را افسوده ای. زیرا به جای مهری که از اینانم بر دل نشسته است کینه‌ای می نشیند که از دشمنانم بر دل نشسته بود. خب دوستان عزیز، با خواندن شعری از زنده یاد مهرداد اوستا سومین قسمت بازخوانی کتاب پالیزبان او را به پایان میبریم. چون برآرم ز دل سوخته آوا من، زار نالم که دریغا من. خود ندانم که مرا وایه بود یا نی، کس نپرسید که دارم چه تمنا من. گاه زاوارگی و درد همی گردم، گردبادی گله در دامن صحرا من. گه فرو میبرم از انده و نومیدی، سر به زیر پر اندیشه چو عنقا من. یا به کردار یکی ناله سرگردان، می سپارم ره این گم شده پیدا من. باز واپس نگرم خسته و فرسوده، سایه‌ای بینم همراه شده با من. کیستم؟ خسته نگاهی همه نومیدی، باز نایافته اسرار جهان را من. بر لبی پرسشی آسیم سرم وانگاه، باز نشنیده به جز پاسخ بیجا من. باز با شهپر اندیشه برافرازم، بال بر کنگره گنبد مینا من. همه آسوده ز طوفان بلا وانگاه، چنگ در دامن طوفان زده تنها من. هر نفس همچو یکی نای برون آرم، از دل خسته سودا زده آوا من.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل 4. ای آرزوی من ز کجا باز جویمت، تا همچون نی نوازم و چون گل ببویمت. تا بنگری چه می کشم از دوریت دمی، بگذار پا به دیده من تا بگویمت. در خون خیش غوطه برم تا به کوی تو، تا چون قلم طریق محبت بپویمت. گفتی که منتهای امید تو چیست؟ ای منتهای آرزوی دل من چه گویمت؟ از هر چه هست در همه عالم تو را گزید خاطر، اگر که از همه عالم بجویمت. در چشم من یکی ز ره مردمی درآی، تا گرد ره به اشک ز دامن بشویمت. محبوبم، هنگامی که دیده می گشایم می بینم در روزگاری زندگی می کنیم که به جای همه چیز از همه چیز منطق می جویند و معنا می خواهند. اینجاست که کلاه من پس معرکه است. میپرسی پس چرا زندگی میکنم؟ آیا حق آن را دارم که این هوا را تنفس کنم؟ این رنگ ها را ببینم؟ اصلا چرا زندگی میکنم در حالی که در میان این همه مردم و در برابر این قضاوت درونی تنها خودم را میبینم که هیچ حقی ندارم؟ در چهره این همه خشونت روشنایی گذشتی به چشم نمیخورد. به هر سو که نظر میکنم تو را میبینم و شعرم را، دو سلاح بی منطق عشق و هنر را. محبوبم، دوشینه خوابی شگفت‌انگیز دیدم. باغی رنگین بود. من از کنار چشم ساری که به جوش و التهاب تشنگی میمانست میگذشتم. گل و شکوفه در پیرامونم با وزش نسیم دست میافشاند. ناگهان شمشیری با حمایل مرصع بر شاخه گلی آویخته دیدم. شادی کنان آن را برداشتم و بر میان بستم. گامی چند واپس دویدم و تیغ را از جلد جواهر نشان برآوردم. تیغه درخشان تیغ چشم را میزد. ناگاه خون روشنی از دم آن چکیدن آغاز کرد. دستایم میلرزید. خون همچنان از دم شمشیر فرو میچکید. در این هنگام ناله نکوهشی به گوشم رسید که گفت قاتل. میگویند اگر کسی خون در خواب ببیند خوابش باطل است. پس من در خواب نبودم؟ پس یعنی من واقعا قاتلم؟ شاید این آسمان سرمه‌ای با این همه چشم‌های رخشنده از افق تا افق خواب میدید. و شاید من آسمانی هستم که تا مرزهای بی‌نهایت خودم را در خواب میدیدم. شاید هم تو مرا در خواب میدیدی. محبوبم،
هنگامی که دست به جنایتی می‌آلاییم 2 نفر را کشته‌ایم. نفر دوم انسانی است که آن را در وجود خود به خون کشیده ایم. تبهکاری در کشتن کسی است که در روح ماست، وگرنه بسا کسانی که دستی به خون آلوده ساختند بی این که انسان خود را کشته باشند. اینان تبهکار نیستند، زیرا پشیمانی فریاد انسانی است که در درون آنان زنده مانده است و بسا کسان که هیچ جنایتی نکردند اما انسان خود را کشتند. سزاوار کیفر اینانند. چه تبهکاری از اعماق روح برمیخیزد و تبهکاران واقعی کسانی هستند که نخست کسی را در وجود خویشتن به خون میکشند، آنگاه دست به جنایت آلوده میکنند. عزیزم، اگر میخواستم یک روز مینشستم و همه چیز را مینوشتم و تو را یادآور گذشته هایی میکردم که سیل پشیمانی از چشمان افسونگرت بر چهره بدود. چنان که گویی هر کلمه‌ای در تابش نگاه تو آتش گیرد، دود شود و بر دیدگانت برخیزد و اشک از مژگانت جاری کند. این داوری در چه هنگام از میان روح تو سر می کشد؟ آنگاه که دیگر من در گذشته دوری انزوا گزیدم و چیزی به جز خاطره‌ای تلخ برای تو نباشم. من آنچه را دلخواه خودم بود گفتم، اما آنچه را که دلخواه تو بود آیا گفتم؟ به یاد تو ترانه ها سر کردم، عاشقانه. درد و احساس همچون رودخانه‌ای بر بستر اوزان و آهنگ‌های هر عبارتش گاه آرام و گاهی خروشان جریان دارد و عشق تو بر امواج نواهای پنهانی و پایان ناپذیرش نرم و سیال راه می سپارد. چقدر خوب است که عشق و شوریدگی پنهان باشد. چقدر خوب است که داستان عاشقان همانند آرامگاه سرباز گمنام مدفن عشق آنان باشد تا پس از آنان گلهای اشک بر این آرامگاه‌های بی‌نام و نشان نثار شود. می‌دانم که سرانجام محبوبم در زیر آسمان کبود عبارتی پیدا خواهد شد که چون بر زبان من رود تا ژرفنای روحت پیش خواهد رفت. پس تو سر ناسازگاری با مرا نداری، بلکه این منم که هنوز بدان جمله اسرارآمیز دست نیافتم. گاهی سکوت میباید به عظمت مصیبتی باشد که گریبانگیر آدمی میشود. عجب روزگاری است، روزگار آتش و خون و دلهره جنگ همچون ابر غمباری بر فراز شادی‌ها و اندوها در جریان است. اما فقط خاطرهای توست که مرا زنده نگه داشته است. محبوبم، به هر جا و هر چیز که نظر میکنن چیزی از تو در آنجاست. گلدانی پر از گلهای سرخ، قاب عکسی که تصویر زیبای تو در آن به محزونی میخندد، آینه‌ای که در آن خود را تماشا کردی، یک تکه کاغذ مچاله شده، درخت کاجی که برای یک لحظه از این سوی پنجره به آن نگاه کردی. اینها هر یک خاطره ای را از گذشته‌های دور و نزدیک تا چند لحظه پیش در من زنده می کند. می خواهم به همان حالت که هستند دست نخورده بمانند. برای من یادآوری هر یک از اینها خاطره ای را با زمانش در ظرف حال سرازیر می کند. پنداری زمان در هر کدام آنها قابلیت بازگشت پیدا می کند.
راستی زندگی در میان خاطرات و با آنها پیر شدن چقدر کشنده است. یکی دو بار از تو چه پنهان برای فرار از دستشان میخواستم همه را سربنیز کنم. ولی مگر میشود؟ گرفتم قاب عکس و کاغذ مچاله شده و گلدان را از پیش چشمم دور کنم. آن وقت موزاییک هایی را که تو روی آنها قدم برداشته ای و هنوز آواز دور شدن و نزدیک شدن گام های تو را در خود نگاه داشتند چه کنم؟ تازه گرفتم که از دستشان به یک شهر دوردست فرار کنم. با دلم و با روحم چگونه سر کنم که تو در آنها وجود داری؟ تو آتشی در وجود من افروختی که لهیب آن آرام آرام مرا در پیش چشمانم بسوخت و وادارم کرد که در جلوی چشمم بسوزم تا تمام شوم، تا در خودم تمام شوم و دیگر تو نیستی که فریاد بزنم به این امید که به فریادم برسی. من اکنون عزیزم با تو از ارتفاعی بالاتر از انتظارهایم، عشقهایم و نواهای دلم سخن میگویم. پس از تو چه کسی را پیدا کنم که همچون تو باشد یا چیزی از تو در او باشد؟ یک روز در روزگارانی که یادش به خیر باد بر زبان عارفی بزرگ رفت که آب کمجو تشنگی آور به دست. سخنی است همچون گوینده‌اش ارجمند و با شکوه و در روزگارانی که چنین سخنانی بر زبان حکیمان می‌گذشت دلها سرشار از سرچشمه صداقت بود و رنج بردگان گنج یافته فراوان. خانه‌ها آفتابگیر بود و تیرگی مفهومی مگر مرگی ناشناخته نداشت. چنین سخنی در روزگار ما تا چه پایه می‌تواند اصالت خود را نگه دارد؟ اگرچه این سخن پاره‌ای از وجدان روحی بزرگ است و شنیدن آن هر دلی را که پرتوی از زندگی در آن وجود دارد می‌لرزاند. این حکیم در آن روزگار مردی می‌جست دردساز و دردی می‌جست مردسوز. و در روزگار ما که آدمی به هیچ دردی به جز تشنگی نمی‌میرد و روحش همچون سرچشمه سراب‌های بیابانی در فریب جاودانی خود شعله‌ور است، چنان کلامی تا چه پایه تازگی دارد؟ به روزگار ما در وجود آدمی به جای روح شورزاری لب تشنه تا بی‌نهایت دامن گسترده است. او همچون تشنگی از تشنگی خود سیراب و سرشار است، بی آنکه ناله انسانی را که در وجودش فریاد برمی‌آورد شنیده باشد. آدمی در شعله‌هایی که از اعماق هستی‌اش برمیخیزد زندگی می‌کند، بی آنکه مفهومی از سوختن دانسته باشد. او مزه هیچ میوه شیرینی را نمی‌فهمد، زیرا تلخی‌ها را نچشیده است. او به جای هر چیزی با تشنگی خود زنده است، بی آنکه در وجود نابهوش خود این تشنگی را اندکی احساس کرده باشد. بدبختی او در این نیست که بدین دردناکی می‌سوزد. او تشنه است و نمی‌داند و درد اینجاست. خب دوستان عزیز، با خواندن 4 پاره‌ای از زنده یاد مهرداد اوستا 4مین قسمت بازخوانی کتاب پالیزبان او را به پایان میبریم. تو را میبینم و آید به یادم
که مهرت بود با جانم هماغوش. هنوز آن شوق از خاطر نرفته است، هنوزم نیست یاد تو فراموش. تو را می بینم و آید به یادم، چه شوری دل ز سودایت به سر داشت. مرا در پرده خاطر جوانی دلارا هر دمی نقش دگر داشت. تو را می بینم و آید به یادم، الا ای روزم از تو شام تاری. هدر کردم به یادت عمر و زین پس، منو از عمر رفته شرمساری. تو را می بینم و پیوسته گویم، گرش با من وفا بودی چه بودی؟ چه بودی گر سرانگشت وصالش، ز کارم عقده بسته گشودی؟ تو را می بینم و آید به یادم، چه شبها در غمت بر من سحر گشت. به یادت روزگاری خوش مرا بود، تو چون برگشتی از من بخت برگشت. شکایت باید با که بردن، که با من گردش گیتی چه ها کرد؟ خداوندا چرا یک ره نگردد، به گرد روزگار من به جز درد. چراغ بخت من تاریک و تاریک، چراغ عالم افروزت نبینم. ز پا ننشستی و آخر نشاندی، بدین روزت نبینم. بجز از یاد تو هرگز نگردد، بجز از یاد تو گردد ضمیرم. تویی تا بخت من هرگز نخواهم، تویی تا عمر من هرگز نمیرم. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل 5. نه من از غزالان صحراییم، نه از خیل مرغان دریاییم. نه شرقی نه غربی که از گوهری دگر، زیر این چرخ میناییم. چه پرسی ز من کز کجایی کجا؟ تو از هر کجایی من آنجاییم. در آینه چشم من روی خیش، ببین تا چه مایه تماشاییم. در این آینه نیک اگر بنگری، فرومانی از فر زیباییم. آری محبوبم، آدمی از اوج معنویت خود به نشیبی که مادی هم نمیتواند باشد فرو افتاده است. هنر هم از عرش اندیشه مولوی و حافظ به پرتگاهی که شعر امروز میپیماید سرنگون شده است. هیچ اندیشه‌ای تشویش انگیزتر از افکاری نیست که فلسفه در وجود آدمی به وجود می آورد و هیچ تشویشی با شکوه‌تر و حماسی‌تر از تشویش یک فیلسوف نخواهد بود. یک روز حماسه شاعری این چنین بود: یکی مرغ بر کوه بنشست و خواست، چه بر کوه افزود و از او چه کاست؟ من آن مرغم و این جهان کوه من، چو مردم جهان را چه اندوه من؟
این شعر بیانگر دردی است عظیم که آدمی از آن رنج میبرد و از آن اوست و هنگامی که در میماند از این درد مینالد. اما روح حماسه در این درماندگی موج میزند. شاعری دیگر در عشق چنین شیدایی با شکوهی را نشان میدهد و حماسه سرایی میکند. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. اما در روزگار ما نویسنده متفکر آرزوی زندگی موریانه را برای آدمی در سر میپروراند و سعادت آدمی را در آن می‌بیند که یک روز همچون موریانه‌ای زندگی کند. ببینید بدبختی تا کجاست. سقوط در تباهی از این بیشتر امکان ندارد. در پیرامون زندگی من هر گوشه‌ای سؤالی بی پاسخ به چشم می‌خورد. اگر همه هستی به صورت نشانه پرسشی عظیم در برابر دیدگان من خودنمایی کند و من پاسخی برای آن نداشته باشم، اهمیتی ندارد. بلکه مهم دانستن این نکته است که این سؤال هرگز پاسخی نخواهد داشت. ناچار از خود آغاز می‌کنم. آن وقت خودم برای خودم همان حال را خواهم داشت. دست کم خوب بود اگر خود را می شناختم و تکلیف خود را در برابر خود می دانستم. فقط رهروان راستینند که هستی را کتابی می دانند که هم آغازی دارد و هم فرجامی. مشکل اینجاست که این کتاب شگرف به زبانی نگاشته شده که هیچ آفریده‌ای با آن سخن نگفته است. بلکه هر آفریده‌ای حرفی از الفبای آن کتاب است. گروهی در این گفته که هستی این چنین داستانی است تردید می کنند. من با آن که می دانم هرگز آدمی به زبان هستی و رمز سحرآسای آن به تمامی ره نخواهد برد، همه تلاشم آن است که از گروه نخستین باشم. بشریت سرمست جام این پیروزی است که شتاب خود را بدان پایه رسانیده که بتواند دوری چند بر پیرامون زمین بزند و سرانجام به سیاره‌ای سفر کند. این شتاب دست و پای اندیشه‌های بدیعی را فرو بسته است. بشر شتاب زده از معراج معنویت خود به چاهسار این آرزو در افتاده است که به همین بسنده کند. همه این پروازهای ماشینی در برابر این سخن که جلال الدین بلخی گفت ناچیز است. پس چه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. جهانی را که به روزگار ما فیزیک به وجود آورده است، آنچنان مبتذل، بی‌معنا و تهی است که تصور آن آرزوی مرگ را در دل زنده می کند. انسانی که تا پدیده خودکار خود صعود کرده است، اگر آفریننده هنر باشد، به جای میکلانژ و لئوناردو داوینچی و رافائل، هنرمند امروزش آقای پیکاسو خواهد بود. هنر ماشینی به جای آثار شگرف بتهوون، موزارت، باخ، شوپن و چایکوفسکی، تصنیف‌های مبتذل جاز و رقص‌های موسیقی و دلخراش تویست و راک اند رول را می‌آفریند. مگر بیش از این می‌توان صعود کرد؟ مگر از این مایه پستی و ابتذال می‌توان فروتر افتاد؟ اگر اینان هر کس را فریب می‌دهند، بگذار که تنها من فریب نخورم. فریب از این کودنها و این موریانه‌ها و این آدمک‌های چوبی خیلی شرم‌آور است. من می‌خواهم همچون انسانی که از همه مظاهر مادی و معنوی لذت می‌برد و بهره می‌گیرد زندگی کنم. همچون انسانی زنده که مادر او طبیعت است، نه ماشین. و کدام خوشبختی با یاد یک نگاه شورانگیز یا لبخندی که در پاسخش در میمانیم و یا راز و نیازی عاشقانه در زندگی برابری می‌کند.
انسانی که در برابر بیماری سرطان زبونتر و پایمالتر از گیاهی پژمرده است، مگر حق دارد به دیوانگی ویرانگر و مرگاور خود سرافرازی کند؟ کدام تیر روزی بالاتر از این که اگر اندوهی دلم را در میان گرفت باید به سخن گوینده‌ای پناه برم که در روزگاری پیش از روزگار ما میزیسته و کسی را نیابم که بداند دردم چیست یا دست کم بخواهد که بداند. بشر شتاب زده به سوی انقراض نسل خویش میپوید، بیان که بداند ارزش آنچه از دست میدهد چیست. آنگاه اگر به همین بسنده کند سخنی نیست، او با همه کودنی خود میخواهد فریب هم بدهد. عزیزم، چه بهتر که هیچ کس نداند میان من و تو چه گذشت و هیچ کس نداند که آن آذر فروزان آیا برای همیشه به سردی گرایید یا نه. در زیر این خاکستر سرد که زمان هر دمی انبوه‌ترش می نماید، آذری به سوزندگی اندوه ما پنهان است. بگذار تا بعد از این بگویند آن همه سوز و گداز داستانی بیش نبود و بگویند ماجرای این عشق سوزان ساخته و پرداخته پندار آن شاعر بود. همین بس که تو میدانی و من به همین خرسندم. در واپسین دیداری که تو نزدیک من بودی و من احساس میکردم دور میشوی، تارهای زرین دل ما رفته رفته از هم میگسست. آنگاه تو سبکبالتر از اندیشه های رنگین کودکی دور و دورتر شدی. نگاهت آرام همانند نوای بال پروانه از گلی پر می‌گشود و به گلی دیگر می‌نشست. از آن پس ای فروغ دیدگان مهرداد، هر روز هم عنان آفتاب تا شب خفتگاه خورشید راه می‌سپردم و همه شب آویخته در افسانه‌ای سیاه رهرو از رفتار فرو می‌ماند. و چه شب‌های دردساز و درمانسوزی و من آمیخته در چنان سرگذشتی سرمفام کران تا کران ایوار و شبگیر را سایه می گستردم و سپیده همچنان می دمید. آه که من نادانسته از گردش روز و شب سخن در میان آوردم. نه، شب و روزی در عرصه زندگی من نبود. این پنداری دیرآشناست که با برآمدن خورشید و نمایش گلگونه باختریش جلوه‌ای از حقیقت به خود می‌گیرد تا به اندیشه‌های ناپایدارم نیشخند بزند. چه پندار افسونگری که بیهوده سرگرمم می‌داشت. می‌کوشیدم همانند دیگران خنده سر کنم و بخندم به همه چیز و همه کس، اگر چیزی یا کسی بر چهره احساسم داغی نهاده بود. ولی شگفتا، نقش هر خنده‌ای که بر پرده خاطر می‌بستم هنوز بر لب نارسیده چون دود آهی از سینه برمی آمد یا به گونه قطره‌های اشکم بر مژگان می‌نشست. رفته رفته نقش‌ها، رنگ‌ها، آشنایان و بیگانگان با موجی سردرگم از اندیشم در یکدیگر فرو می‌ریختند. گذشته در ژرفنای یک فراموشی فرو می‌افتاد و همچنان سرگردان در خود ناپدید می‌شد. من، آنکه اکنون منم، آنکه در دمی و آهی خلاصه می شود و دمی که در دمی دیگر محو می گردد، هر آن به جلوه دیگر در می آمدم. من یا تو یا هیچ کدام، دو سایه لرزان که در پرده های مهتاب جنبشی نامحسوس دارند.
یا من و تو که از عطسه غنچه یا دم خوشبویی برخاسته از چین و شکن گلهای داوودی پیدا آمده ایم، یا هر دو که در هر آنی به جلوه دیگر در می آمدیم. تو همچون آهی که از ارتعاش ناله‌ای برمیخیزد، یا قصه‌ای که در تارهای اندیشه گذشته تنین می‌افکند، یا دردی که کسی بدان نمی‌اندیشد، از برابرم دور می‌شدی و سپیده همچنان می‌دمید. آه خدای من، نه شبی فرو می‌نشیند و نه روزی بالا می‌گیرد. زمان با حرکتی نامحسوس در یک سپیده سرگردان است. سپیده‌ای به رنگ نخستین گریه و واپسین لبخندی که بر لب‌ها می‌نشیند. سپیده‌ای همچون شکوه‌ای که تا دهان برای گفتنش می‌گشاییم فراموش می‌شود. یادم می‌آید که یک روز تو در میان دو انگشت دستت مرواریدی را به من نشان دادی. مرواریدی به رنگ سپیده‌ای که در وداعی عاشقانه دمیدن آغاز می‌کند و گفتی می‌بینی؟ راستی که موج برمی داشت و جنبشی جادویی در سایه روشن آن می‌شکست و صدای دریا آمد. آب کفالود و طوفان زده دریا مرا در خود فرو می برد. این دریا از میان مرواریدی که تو در دست داشتی سرچشمه می گرفت. اما خروش آن زود آرام شد و من هیچ چیز به جز تنهایی در پیرامون خود نیافتم. تو رفته بودی محبوبم. رفته بودی. خود دوستان عزیز، با خواندن سطرهایی از یک ترانه اثر زنده یاد مهرداد اوستا، پنجمین قسمت بازخوانی کتاب پالیزبان او را به پایان می‌بریم. با کاروان تا ماه من محمل به محمل می رود، سرگشته از پی آه من منزل به منزل می رود. اشکم به دامان می رود، آهم به کیهان می رود، دل از بر جان می رود، جان از پی دل می رود. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir فصل ششم. کرا شناسم اگر زین پس تو را نشناسم؟ کرا پرستم اگر بعد از این تو را نپرستم؟ هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی
نبسته بود زمانه که دل به مهر تو بستم. شب فراق مرا بود ره به دامن محشر، اگر که دامن آه سحر نبود به دستم. گهی شدم همه تاب و به سنبل تو چمیدم، گهی شدم همه خواب و به نرگس تو نشستم. ز من مجوی نشان وفا وگر که بجویی، وفا همین که به یادت هنوز هستم و هستم. حال ای دوست، میدانی که همه افسانه ها حقیقت دارند و هر چه شگفت‌انگیزتر باشند نمود بیشتری می‌یابند. البته این در صورتی است که ما در میان این صحراهای پرنقش و مناظر بدیع آنها جویندگان حقیقت باشیم، وگرنه همه حقایق افسانه‌های بیش نیستند. چه میباید کرد در هنگامی که از جهان رنگها به عالم اصوات و از آنجا به دنیای امواج و حالات سیر میکنیم و همه چیز را یک چیز میبینیم؟ دیری است که افسانه در زندگی بیشفقت شهرنشینان از نمود و جلای خیش فرو افتاده است. این بهشت با همه خیال انگیزیش ناپدید شده و آن را باید از این پس در خیالهای رنگین کودکان، در عشق روستاییان و پندار شاعران دید و هوای دلکش آن را احساس کرد. به یاد می آورم که بهار بود. مثل همه روزهای خوش به جنگل می رفتم. درختی عظیم و استوار را می جستم تا ضربه های پرتوان تبرم را بیازمایم. در انبوه آن همه درخت سر به هم کشیده، درختی را که همچون اندیشه‌ای بلند و آسمانی از میان افکاری در هم سر برآورده و از سالها پیش از آن نظر مرا به خود مایل کرده بود دیدم. درخت استوار همچون تکبری در اوج سربلندی خود میچمید و در برابرم سر بر آسمان برآورده بود. دوری پیرامونش زدم و از نزدیک براندازش کردم. آنگاه تبرم را به دور سر گردانیده برای نشانه گذاردن به تنه درخت فرود آوردم. ضربه‌ای برای آغاز یک فاجعه و نمایش سرگذشتی شورانگیز و کشنده. تیغه تبر در تنه درخت فرو نشست. دم پولادین تبر همچون زخمه یک نومیدی در آخرین بنبست که واپسین فروغ انتظار را در چشم نابود می کند برقی زد و فریادی از میان درخت بالا گرفت. ناله بود. ناله ای از اعماق روحی نفرین شده که شکنجه می بیند و درد می کشد. ناله ای که از ریشه درخت سر می کشید و در شاخساران آن می پیچید. درخت همچنان با دردی جگرخراش جیغ می کشید و جریان آن شیون هولناک در سر من می گردید. سپس در همه جنگل گسترده می شد. گفتی همه جنگل ناله برمی آورد. دیوانه شدم. درست مثل این که درختان جنگل ناله های درهم و انبوهی بودند که در طوفانی از درد بر سو می چمیدند و جنگل همچون شکوه‌ای عظیم که با ضربه‌ای سکوت قرنها را در هم شکسته و به ناله تبدیل شده است در خود می پیچید. ناله‌ای بود که از روح زمین برمیخواست و شاخ و برگ پیدا می کرد. سراپا وجودم به لرزش در آمده بود. دستم پاورچین تبر را از تنه درخت بیرون آورد و فریادی که رفته رفته فرو نشسته بود بار دیگر مانند خونی که با برآوردن تیغه‌ای از جای زخم مهلک فوران کند بالا گرفت، در حالی که دیگر شتاب زندگی در آن احساس نمی‌شد.
اما رفته رفته دوباره ناتوان شد و به ناله محتضری میمانست که فرو می نشست تا برای همیشه همچون سکوتی جاودانی در ژرفنای مرگ رسوب کند. این سکوت مرا به خود آورد تا اضطرابی را که در وجودم نشسته بود از خود برانم و فرصت آن را پیدا کنم که با خود بیندیشم آیا خواب میبینم. این واقعه یک دگرگونی درونی بود یا یک دیوانگی زودگذر؟ اگر نبود پس چه بود؟ آخر چه کسی از من باور خواهد کرد؟ به دنبال پرسش هایی که هر دم از میان روحم می شکفت به جستجو پرداختم. به جستجوی فریادی سرگردان که از آن پس همچنان و پیوسته در فراخنای خیالم می گردد و مانند تلاش احساسی ظریف در زیر پنجه خونین یک قساوت جان می دهد. آخر تو بگو چه کسی از من باور خواهد کرد؟ کدام بدبختی می تواند از این شومتر باشد که نخستین کسی که گذشته‌ام را انکار می کند خودم باشم؟ اگر آن را با تو در میان میگذارم تنها برای این است که دست کم تو که دوست من هستی آن را باور کنی و میدانم تنها برای خاطر دوستی است که شاید تو باور کنی. تو اگر آن را باور کنی شاید بگذاریم. شاید بگویی هنوز هم در خیالهای شاعرانه دست و پا میزنی. یادت میآید ترانه‌هایی که آن روزها میساختی هم چیزی به جز این خیال بافی‌ها نبود؟ همه تخیل و همه افسانه. بازم نکند در عالم تخیل فرو رفته ای و به جای تعریف سرگذشت شاعری میکنی ها؟ نه باور کن راست میگویم. آن زمان حالت کسی را داشتم که در خواب راه میرود و در انبوه خاطرهای گذشته خود بی هیچ امیدی زندگی میکند. زندگی برای من جستجویی بی امید بود در گورستان زندگی. تنها چیزی که برایم باقی مانده بود خاطره 4 ساله عشق من و آن دختر کولی است که نامش فیروزه بود. آن چشمان افسونگر که همچون دریای ظلمت آمیخته با نور امواج رنگین نگاه را به هر سو می‌پراکند چیزی به جز تصویر حیرتی ازلی نبود. در چهره او تعجبی در برابر یک بی انتها جریان داشت که از نگاه و لبخندش سر می‌کشید و خطوط فریبنده آن گویی بر اثر حیرتی ناگهانی پیدا آمده است. چه حالتی داشت نگفتنی. در چشم او شب با همه شکوه و افسانه‌هایش جلوه‌گری می‌کرد. شبی که زندگی در آن می‌جوشید و شور جوانی مانند شهابی از روی آن برمی‌خاست و پس از یک دم در آن ناپدید می‌شد. همه هستیم به سوی او می‌رفت و هر گوشه‌ای از وجودم حضور او بود. لحظه‌هایم به کندی همراه با حالات دلپذیر می‌گذشتند. سکوتی اضطراب‌آمیز در لحظه‌هایم جریان داشت. او چیزی به جز تصویر دلفریبی از یک موسیقی افسونگر نبود. صدایی که در نمایشگاه جوانی من طوفانی از نواهای بدی برپا کرد و شوری برانگیخت. هر زخمه او که آفریننده نوایی بود، ضربه‌ای جانکاه شد که تا اعماق روحم را به لرزش در می آورد. او تصویری از یک موسیقی شگرف و شورانگیز بود که به جای آواز و نغمه، کشش و فریبایی و حالت را می نمایاند. آواز نبود، روح آواز بود. او هیچگاه نمی پرسید و منتظر پاسخ نمی ماند. حالت و نگاهش سخن می گفت و از حالت و نگاه پاسخ می گرفت.
هنوز که هنوز است نمیتوانم باور کنم آنچه برای من پیش آمد کرد خواب بود، افسانه بود یا حقیقتی. اگر چیزی به جز خواب و افسانه بود چرا در بیانش تردید دارم؟ ولی میدانم که او سرگذشتی از اسرار دریاها، کوهسار و دشتها بود که روح افسانه در آن دمیده شده بود. آهنگی شورانگیز بود که در پرده و هر پرده بالا می گرفت تا زندگی و جوانی مرا سرشار از نواهای جانپرور کند. او همه عمر و جوانی مرا به آهنگی دلپذیر تبدیل کرد و سرانجام همانند همان موسیقی عظیم در اوج باشکوه خود با سرافرازی فرو نشست. چابکی حیرت‌آور او که در چشم به هم زدنی تا آخرین شاخه درختان عظیم بالا می رفت و از فراز آن با خیزی شگفت‌انگیز بر شاخه درختی دیگر می پرید به حدی بود که فریادها را در سینه‌ها به زنجیر می کشید که نکند بر زمین سرنگون شود. نکند آن شاخه نازک ناگهان در زیر فشار او بشکند. 4 سال در کنار او یعنی زندگی، یعنی جوانی. و هنگامی که پایان گرفت دیگر همه چیز تمام شد. و وقتی تمام شد امیدهای آینده مرا هم فرو ریخت. او انتظار بود، دلواپسی بود و من از میان رنگین کمانی که عشق در پیرامون زندگیم پدید آورده بود یک صاعقه نابهنگام را هنگام فرود آمدن بر سرم تماشا می کردم. دنیا در پیش چشمم می گشت و برای لحظه‌ای دانستم که همه چیز برایم تمام شده است. احساس کردم که چیزی در وجودم از یکدیگر گسست و آخرین دلبستگیم را در این دنیا از دست دادم. سکوت همچون کلافی سردرگم مرا در خود فرو پیچیده بود و مانند اندیشه‌ای بود که سر از وجود خیش بیرون نمی آورد. این سکوت هشدار حادثه‌ای بود که بر همه چیز، حتی روح و اندیشه من سایه می افکند. داشتم همچون فریاد مرغ شب در سرگردانی یا در هستی خیش نابود می شدم. ناگزیر مانند کسی که بر لب پرتگاهی ایستاده است و راهی به بازگشت ندارد، چشمهایم را فرو بستم و از خود پرسیدم چه خواهد شد؟ و از مردمی که دلهایشان مرده است چه انتظاری می توان داشت؟ جز دل که گیرد جای من، جز من که گیرد جای دل. گر دل بمیرد وای من، گر من بمیرم وای دل. ای آه شبرو کیستی، دود دل من نیستی. گر نیستی پس چیستی، ای همدم شبهای من. خورشید با این تاب و تب، آهیست جانسوزم به لب. آه ستاره، آه شب، آه سحر پیمای من. صبح است در لبخند او، با نغمه دلبند او. لعل سحر پیوند او، مهر جهان آرای من. خیزد جدا از لعل وی، ناله ز هر بندم چو نی. جان می تراود همچو می، از چشم خون پالای من. می جوشدم از دل برون، با آه و اشکی لالگون. اشکی نه آهی نه که خون، می جوشد از مینای دل.
شنوید.